وقتی مادر حامد اسم پسرش رو صدا میزد، وقتی مادر آیدا از دخترش میگفت، وقتی بابای سپر دنبال بچهش بود، سپر من کجایی بابا؟ وقتی بابای مانی داشت باش خداحافظی میکرد، من جای اسم تک تک اون آدم ها اسم خودم رو شنیدم. حامد، آیدا، مانی، سپر و همه اونا من بودم. کجایی بابا؟ همه اونا ما بودیم. ما مردمی، ما زنده بودیم، اما شکست هرگز. خدا چون سیمم گستر من زارو